توی ویدیو قبلی پوکو F7 رو با هم دیگه بررسی کردیم، اما توی این ویدیو برادر بزرگترش پوکو F7 پرو رو داریم و می‌خوایم با هم دیگه بررسیش کنیم. گوشی که ادعا میکنه که پرچم داره و دیگه میان رده نیست. اما سوال اصلی اینه، واقعا این مقدار پول برای داشتن پسوند پرو به نظر شما منطقیه یا صرفا پول دادن به مدله؟ پس بیایم با هم دیگه بررسیش کنیم و ببینیم واقعا ارزش خرید داره یا نه. سلام، من احسانم، اینجا یونیتک، جایی که قبل از خرید حتما باید بهش سر بزنید. خوش اومدید. بریم با هم دیگه بدون صحبت اضافی سراغ بخش اول، طراحی. به نظرم پوکو F7 معمولی طراحی واقعا جذابتری داشت. اون همه خوشگلی رو من که بیخیال نمیشم اینو بخرم. دوربین دیگه مثل نسخه معمولی اون بیزی خوشگلی که وسطش یه خط هم طراحی شده بود نیست و شده گیر. اثر انگشت به حالت کثیفی روی گوشی میفته و واقعا رو مخه. دور گوشی آلومینیوم، دور تا دور خط آنتن رو داریم، اما پنل جلویی افتضاح طراحی شده. مگه میشه آخه حاشیه چپ و راست از بالا و پایین بیشتر؟ همه جوره دیدیم، این یکی دیگه نوبره. گوشی باریکه و یکم کش اومده، دلیلش رو ما که نفهمیدیم. گواهی IP68 رو داره، پنل جلویی تخت طراحی شده و تقریبا 88% صفحه نمایش. به طور کلی بخش طراحی از F7 یه مقداری ضعیف‌تره. بریم بخش بعدی، نمایشگر. همون نمایشگر F7 رو این گوشی هم هست. رزولوشن بالاتر 1440 در 3200 که واقعا فوق العاده است. 68 میلیارد رنگی، 120 هرتزیه و فقط کشیدگی تصویر یه مقداری آزاردهنده است. این گوشی هم مثل F7 معمولی LTPO نیست و بین 60 تا 120 هرتز سویچ میشه. بریم بخش بعدی، باتری. F7 معمولی 6500 بود، اما این گوشی شده 6000 میلی آمپر ساعت. چرا نمیدونیم. اسکرین تایم برخلاف F7 که 11 ساعت بود، توی این گوشی شده 8.5 تا 9 ساعت. آداپتور 90 واتی داره، تقریبا توی 35 دقیقه فول شارژ میشه. باتری به طور کلی خوبه، اما باتری F7 از این گوشی بهتر بود. حسگر اثر انگشت توی این گوشی یه مقداری بالاتر قرار گرفته و دسترسی بهش راحت‌تره و نرم و سریع و روون عمل میکنه. اما بخش بعدی رو با هم بررسی کنیم، یعنی باتری. سنسور اصلی 50 مگاپیکسل، اولترا واید 8 مگاپیکسل. یه سنسور برای تشخیص نور و رنگ محیط هم داره که خیلی تأثیری نداره. عکاسی با لنز اصلی واقعا خوبه و دیتیل خوبی بهتون میده. لنز اولترا واید خیلی جزئیات ثبت نمیکنه و به طور کلی پکیج دوربین مثل F7 معمولیه. حالا یه فرقی که اینجا هست اینه که به دلیل داشتن پردازنده بهتر، قابلیت فیلمبرداری 8K 24 فریم بر ثانیه رو داره. سلفی 20 مگاپیکسله. اگه بخوایم به نتیجه گیری کلی برسیم، گوشی پوکو خیلی ادعایی توی بخش دوربین از اول هم نداشته و اگر صرفا دوربین مد نظرتونه، پول به این گوشی ندین و برین گوشی بهتری بخرید مثل S25 FE و یا آنر 400. بریم بخش بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم، یعنی پردازنده. اسنپ دراگون 8 نسل 3 از لحاظ عملکردی مثل پرچمدارهای سال قبله. الان ما روی پرچمدارها نسل 5 رو داریم و این گوشی نسل 3. پرچمدار قدیمی ولی کار جمع کن و روون و نرم و خوب. با اینکه قسمت‌های کناری دوربین بعد از استفاده طولانی مدت یه مقداری داغ میشه، اما روی پایداری پردازنده اثری نداره و باز هم عملکرد خوبی داره. بخش بعدی رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم، رابط کاربری. پکیج کلی مثل F7 معمولی، اندروید 15 و هایپر OS 2. قابلیت‌های خیلی زیاد نیستن و محدودن. یه نکته رو باید همینجا بگم، درگاه تایپ C هر دو گوشی F7 و F7 پرو USB 2 هن. این در حالیه که رقباشون یعنی S24 FE و S25 FE 3 و 2 طراحی شدن و شما توی انتقال دیتا یکم صبوری رو باید داشته باشید. قسمت آخری هم که قرار با هم دیگه بررسیش کنیم، اسپیکر این گوشیه. توی گوشی پوکو F7 یه مقداری صدا ضعیف بود و از ته چاه می اومد. صدای بیس، صدای بم خیلی قوی نبودن، تفکیک صدایی خوب نبود و صدای خواننده بهتر شنیده میشد. اما توی این گوشی از لحاظ تفکیک صدایی واقعا عملکرد خوبی رو داریم و اسپیکر به طور کلی از F7 خیلی بهتره. خب بریم سراغ جنبندی. از لحاظ متریالی این گوشی واقعا متریال خوبی توش به کار رفته و مقاومه. از لحاظ طراحی ظاهری خیلی جذاب نیست و همون داستانی که نسبت تصویری مقداری کشیده است و حاشیه های مقداری زیاده دیگه. باتری واقعا خوبه، پردازنده اوکی، اسپیکر خوب عمل میکنه و صفحه نمایش هم که دیگه فوق العاده است. رقیب این گوشی S25 FE. اگه صرفا دوربین براتون مهمه، قطعا S25 FE رو بگیرید. اما توی بخش‌های دیگه S25 FE رو کنار میذاره. قیمت‌ها تقریباً یکسانه. اگه بخوایم بی‌طرف بگیم این گوشی، اما سلیقه من باز هم توی این قیمت S25 FE. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. حتما ویدیوی بررسی پوکو F7 معمولی رو ببینید، چون در هر صورت بین این دوتا گوشی F7 و F7 پرو، F7 انتخاب منطقی تریه و ارزش خرید بیشتری داره. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یونیتک با حمایت‌های شماست که جلو میره و تا ویدیوی بعدی دمتون گرم و خدا نگهدار.